آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله. خداوند در قطار همه بندگان نیک و حافظان قرآنش قارئ این جمله را هم در پناه عصمت خودش نگاه دارد. حفظش باز هم مستحکم، آوازش باز هم گوارا و همیشه در خدمت ما و شما جمعیت مسلمان ها باشد. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 4 ماه شعبان سال 1428 هجری مطابق 17 ماه اوگوست سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید و با فرارسی ماه نو شعبان تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید و این ماه مبارک برخوردار گرداند. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پروردگارا، تو خدای من هستی، بجز تو خدای دیگری وجود ندارد. تو مرا آفریدی و من بنده تو هستم و من بر عهد و پیمان تو ایستادم آنقدری که در قدرت و در طاقت من بود. پناه طلب میکنم به تو از بدی آن عملهایی که کردم و پناه میجویم به تو به نعمتت که بر من عطا کرده ای و البته به گناه و خطاهای خود هم من اقرار هستم، زیرا اینکه گناه و خطا را نمی بخشد غیر از تو کسی دیگر. این یک دعای پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم است که حضرت هر وقت این کلمه ها را می گفتند و از پروردگار استغفار طلب می کردند و این بهترین کلمه های استغفار است. بنابراین این کلمه ها در کتاب ها با نام سید استغفار مشهور است، یعنی بهترین و افضلترین کلمه هایی که هر کس میتواند این را از خود کند و از پروردگار خودش استغفار مغفرت طلب کند. خدای تبارک و تعالی از گناه و خطاهای ما و شما و برکت این کلمات مقدس که از پیامبر گرامی اینجا خوانده شد درگذرد. زیرا در حدیث قدسی ما و شما بارها
خوانده ایم که خدای تبارک و تعالی به ما و شما بندگانش مراجعت میکند، خطاب میکند و میگوید یا عبادی انکم تذنبون باللیل والنهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لكم. خداوند میگوید ای بندگان من، البته که شما شبان و روزان گناه میکنید، هیچ روزی ما و شما، هیچ شبی ما و شما از گناه خالی نیست. خدا هم میگوید ای بندگان من، البته که شما شبان و روزان گناه میکنید و اما من باشم پروردگاری هستم که همه نمود گناه ها را میبخشم. پس شما از من مغفرت طلب کنید، من گناه های شما را بخشم. این یک مژده ای است از طرف خدا به ما و شما بندگانی که شبها و روزهای عمر ما و شما خالی از گناه نیست. که اگر ما از این امکانیت و از این لطف و از این مرحمت خدا استفاده کرده استاده، هر زمان گناه و خطاهای خود را به خاطر آورده استاده از پروردگار خود مغفرت طلب کنیم، خداوند وعده کرده است که من گناهان شما را میبخشم. زیرا گناه ها در حیات شخصی ما و شما، در حیات عائلوی ما و شما و حتی در حیات جمعیتی که ما در آن زندگی میکنیم تأثیر خودش را میرسانه. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه وقتی که به استادشان از سستی حفظشان شکایت کردند، حضرت استادشان گفتند که از گناه پرهیز کن تا حفظ تو مستحکم شد. و حتی امام شافعی رحمت الله علیه خودشان نقل میکنن که یک روز بالای یک مسئله هرچند من اندیشه کردم، هرچند کتاب ها را جستجو کردم، اما مسئله برای من روشن نشد. وقتی این حالتی خود را به استاد خود شکایت کردم، استادم به من گفتن که فکر کن امروز چی گناه از تو سر زده است که این مسئله برای تو روشن نمیشه. حضرت امام شافعی میگن که فکر کردم چی کاری خطایی کرده باشم. تصور کنید اگر ما و شما از سحر که از خواب خیستیم فکر کنیم چقدر خطا کردیم، خیال میکنم که دفتر گرفته روشکه گرام نویسن گرده شاید تمام نشود. نماز بامداد بخیستیم؟ نه. شخصانی هستن که نماز بامداد قضا کردن. رفته ایستاده در مسجد با جماعت خواندیم؟ نه. بسیاری های هستن که با جماعت نخواندن. بعد از نماز بازار رفتیم، چندین نامحرم دیدیم، برای سودای خود چندین فریب و نیرم کردیم. اگر اندیشه کردن گیریم، اکنون بزرگی امام شافعی بینید که بگم که هر چند فکر کردم که من امروز چی کار خطایی کردم، بعد میگم به خاطرم آمد که چشم من به پاشنه پای یک زن نامحرم افتیده بود. پاشنه پا، عقیب پا، ناگهان، قصدن نه، همین خطا به خاطرم رسید. بعد من از پروردگاری مغفرت طلب کردم نسبت این خطای خود، این گناه خود و مسئله برای من روشن شد. بنابراین شاید شما گویید که اینقدر هفته های پی در پی داملا درباره توبه سخن کردن از حد دراز شد، چون امروز 50 هفته است که من درباره توبه سخن میگویم. زیرا توبه این از گناه است و گناه تأثیرش در خود ما و شما، خاندان ما و شما و جمعیت ما و شما البته میرسد.
بنابراین اگر ما و شما از گناه ها توبه کنیم، پیش از همه فایده آن به خود ما و شما، بعداً به خاندان ما و شما، بعداً به جمعیت ما و شما میرسد. زیرا از تاریخ، از قصه هایی که خدا در قرآن برای ما و شما از امت های گذشته یادآور شده است و ذکر کرده مانده است، به ما روشن میشد که هر مصیبت و هر بلایی که به سر کدام امت، کدام سرزمین آمد، به سبب گناهشان آمد، به سبب سرکشیشان از راه خدا و شریعت خدا بالای سرشان همون عذاب و مشقت ها آمد. و این روز هم بالای سرزمین های گوناگون عذاب ها و واقعه ها روی میدهد. گاه ها میشنیم که زمین لرزه شده است، چند نفر مرده است، چند قدر خانه خراب شده است. گاه ها میشنیم که آبخیزی شده است، باران زیاد بارید است، چقدر خانه ها زیر آب مانده است، یا چقدر انسان ها هلاک شدن، غرق شدن. گاه ها میشنیم که در فلان دولت یک نمودی بیماری پخش شده است که مردم همه گرفتار آن هستند و چندین نفرها هلاک شدند و چندین نفرهای دیگر در تبابت هستند و همه از چی است؟ از تأثیر همون گناه و همون خطا و همون فسق و همون فجور و همون سرکشی هایی که انسانیت و خدای خودش و شریعت خدای خودش میکنه. بنابراین اگر ما و شما به گناه آلوده شدیم و خطای از دست زبان ما و شما سر زد، اگر در حال پشیمان شده ایستاده توبه کنیم، چندین فایده ها را ما و شما کسب میکنیم که یکی از فایده هایی که به سبب توبه ما و شما به آن صاحب ما شدیم، این مغفرت پروردگار و داخل شدن به بهشت جاودان است که خداوند در آیت 17 سوره سجده بهشت را برای ما و شما توصیف میکند که استعیذ بالله فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. یعنی هیچ نفس آدمی، هیچ کس نمیداند که چی چیزی برای آنها پنهان کرده شده است که با دیدن آن چشمشان از شادی روشن می شود، می درخشد، بر عوضی یا اینکه جزای مکافاتی آن عملهای نیکی که یا توبه‌ای که آنها در دنیا کرده بودند. اگر بنده از گناه و خطای خود با تیزی آگاه شده ایستاده، از صدق دل پشیمان شود و از خدا مغفرت طلب کند و در مقابل گناه و خطای خودش باقی مانده حیاتش با طاعت و عبادت و عملهای صالح و تقوا و پرهیز گذراند، خدا وعده میکند با واسطه آیت قرآنش که آنقدر نعمتهای شیرین و آنقدر نعمتهای گوارا و عجیب من در جنت آماده کردم که هیچ نفسی انسان حالا به خاطرش نگذشته است که چنین چیزی عجیب و بامزه هم می شود، چنین چیزی خوش و گوارا هم آیا می شود؟ این چی نعمتی است؟ از دیدن آن حیرت میماند آدمی که داخل جنت می شود. حال این نعمتهای رنگ و برنگی که ما و شما در دنیا میخوریم در نزد نعمتهای جنت که خدا آماده کرده است هیچ است. شما خیال نکنید که آن میوه هایی که خدا ذکر کرده است در وصف جنت در قرآن مثل میوه های همین دنیا باشد. نه، خدا میگه آنقدر نعمت های عجیب من در جنت برای اهل جنت آماده کردم که حالا در فکر هیچ کس نگذشته است که همین خیلی چیزی خوب و عجیب هم نشده است. بنابراین یکی از فایده های توبه این مغفرت و بهشت است که شخص توبه کار صاحب آن می شود و خدا هم در سوره آل عمران ما و شما را دعوت می کند و این دو چیز میگه استعیذ بالله و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یعنی خدا میگه سرعت کنید، کوشش کنید با تمامی
امکانیتی که در اختیارتان دارید شتاب کنید. به سوی چی؟ به سوی مغفرتی از پروردگارتان. عادتا اگر دو نفر را برای دویدن در مسابقه گذارید، حتما چی مکافاتی هست که آن دو نفر می‌دوند؟ وقتی می‌دوند می‌بینید که تمامی قوه خودشان استفاده می‌کنند تا اینکه به همون یک مکافات صاحب شوند. خدا به واسطه قرآن ما را دعوت می‌کند با شتاب و با سرعت حرکت کردن به سوی چی؟ به سوی مغفرت از پروردگار و جنتی که وسیعی آن جنت خدا میگه برابری زمین‌ها و آسمان‌های این دنیا که آسمان‌های این دنیای اندازش هیچ کس نمی‌داند که چی خلق است. اگر ما و شما از گناه و خطای خود توبه کنیم، این شتاب ما و شما به سوی مغفرت و جنتی است که نه اول دارد و نه آخر دارد. و آن جنتی بی آخر را خدای تعالی آماده کرده است للمتقین، برای بنده های متقی، پرهیزگار. و پرهیزگار و متقی بنده های خدا صفت می‌کند که کیها هستند؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. متقیان آن بنده های هستند که از پول و مال خدا برایشان داده برآورده ایستاده در راه ثواب صرف میکنند، خواه پول و مالشان بسیار باشد خواه کم باشد. و سختی زندگیشان هم نگاه نمیکنند. حتی در حالتهای سختی عادتا انسان اگر زندگی تنج و آرام داشته باشد و ثروتش فراوان باشد، خیر کردن برای او هیچ مشکلی ندارد. اما متقی های خدا مگر بنده های هستند که هم در حالتی خوشی و ثروتمندی خیر و احسان میکنند، در راه خدا صرف میکنند بایگریشان، هم در حالت های وزنینی که خودشان شرایط وزنین اقتصادی دارند اما در راه خدا برآورده ایستاده خیر و احسان میکنند. والکاظمین الغیظ. و بنده های متقی بنده های هستند که آنها در حالتی که غضبشان می آید می توانند غضب خودشان فرو نشانند، فرو برند غضبشان. مثل که مثلا یک نفر از راه گذشته ایستاده یک باره لای زیر کرده میماند که به شما چرخسه میکند، یا نایابه زیر کرده میماند که شما به چرخسه میکند. این کاری است که غضب هر یک انسان رو میبیاند. لیکن در همون حالت که شما هم ممکن است روزی چنین کار را کرده مانید کسی دیگر را غضب آلود کنید و خاطر آورده ایستاده غضب خود را فرو برید، این نشانه متقی بودن شما است. یا یک کس ندانسته دل شما رنجانده میماند، آزار میدهد، اگر شما غضب خود را در همون لحظه فرو برید، این نشانه متقی بودن شما است. والعافین عن الناس. و خطای و گناهی رفیقا و همسایه های خودتان بخشیده تانید که در حق شما کرده‌اند، این نشانه متقی بودن شما است. والله یحب المحسنین. و این کارها همه از طرف بنده متقی احسان است و خدای تعالی بنده های نیکوکار و محسن را دوست می‌دارد. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. و بنده های متقی صفت دیگرشان این است که والذین، یعنی بنده های متقی آنانی هستند که وقتی یک کار فاحش را می‌کنند و گناه آلوده می‌شوند، او ظلموا انفسهم، یا خطایی می‌کنند که به نفس خودشان ظلم است، آن نسبت خودشان است، بعدی مرتکب شدن به گناه و بعدی آلوده شدن به خدا، ذکر الله، خدا به خاطرشان می آید که ای من چیکار کردم، خدا این گناه به من آشکار کرده بود، این عمل به من کرد، من چرا آلوده شدم، چرا من این خطا را کردم، چرا من به پروردگار خود عاصی شدم، گناهکار شدم. ذکر الله، خدا را به خاطر می آورد. فاستغفروا لذنوبهم. و برای همون گناه و خطای کردگیش از پروردگار مغفرت طلب میکنند. این نشانه
بنده متقی است که خدا برای متقیان جنتی جاودانی ناپیدا کنار را آماده کرده است. و من یغفر الذنوب الا الله، و می‌داند که غیر از الله کسی دیگر گناه او را نمی‌بخشد. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، و دیگر به همون گناه و خطای آلوده شده از آن توبه کرده اشان اصرار نمی‌کنند، یعنی دیگر به آن گناه دست نمی‌زنند و می‌دانند که این عملی کرده اشان گناه بود، خطا بود، خدا منع کرده بود، آنها ندانسته با وسوسه نفس و شیطان به آن گرفتار شده بودند. انا یکی از فایده های توبه این است که اگر شما از گناه های خود به زودی توبه کنید، شما صاحب مغفرت و جنت پروردگار میشوید. فایده دوم این تجدید ایمان است. بنده وقتی که گناه خود را احساس میکند و پشیمان میشود و توبه میکند، ایمان او نو میشود، ایمان او تازه میشود، ایمان او درخشان میشود. چرا؟ زیرا اینکه هر گناه و هر خطا یک نقصان است به ایمان ما بشود. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان على رأسه كالظلة فاذا اقلع رجع الیه. حدیث با روایت ابو داود است. یعنی حضرت فرمودند وقتی که بنده مؤمن زنا میکند، ایمان از او بیرون میشود و بالای سر او مثل سایه میایستد، که در این حالت بنده سزاوار ایمان نیست، در حالتی که او زنا کرده ایستاده است. ایمان او بالای سر او مثل سایبان می ایستد. اما پروردگار ببینید چقدر امکانیت میدهد، بعدی که ایمان جدا کرده از بنده دیگر نتیت هم میشود بود، لیکن بند خدای تعالی امید میکند که شاید گشته این با ایمان توبه کند از این گناه کردگیش. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که از زنا دست میکشد و خود را از همون گناه دور میگیرد، ایمان خدای تعالی بازگردانده به اون میده. ببینید وقتی که ایمان از شما یک بار جدا شد، شما یک چیز از جایش جدا کنید گشته به چسباندن بسیار کاری مشکل. اگر چسبانید هم دیگر مثل اولش نمیشه. وقتی که بنده به زنا آلوده شد، ایمان یک بار از او جدا شد. وقتی که از زنا دست کشید، خدا گشته ایمانش آورده و به میتیت. لیکن آیا این ایمان اکنون به او مستحکم میستد یا نه؟ ایمان به سبب گناه نقصاندار شد. و یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو، قسم خورده گفتند که قسم به خدا که ایمان ندارد، قسم به خدا که ایمان ندارد. کسی پرسید که کی ایمان ندارد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من لا یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایه هایش از بدی او در امان نیست. هستند همسایه هایی که اطراف همسایه های خودشان به ضررشان میرسد. یا میبینید که در حالت های موافق از خانه همسایه‌شان رفته ایستاده چیزی را دزدیده میبینید، این هم یک ضرر است به همسایه. یا میبینید که از امکانیت استفاده کرده ایستاده، حسد برده ایستاده یگان دیوار یا اینکه در یا یک چیزی همسایه به یک ضرر میرسانند، خط میکشند یا میشکنند. یا شخصانی هستند که همسایه هاشون اعتبار به نگرفته ایستاده، خواه شب باشد و خارج بلند کرده ایستاده موسیقی گوش میکنند، همسایه‌شون رو آزاد میدهند. پیغمبر علیه السلام گفتند که قسم به خدا که ایمان ندارد، قسم به خدا که ایمان ندارد کسی که همسایه هایش از او ایمن نباشد. حدیث با روایت امام بخاری است. یعنی شارحان حدیث میگن که لا یؤمنو ایمان ندارد، گفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم این نیست که مطلق کافر باشد، بلکه ایمانش آنقدر ضعیف و آنقدر خراب است که گویا که ایمان ندارد. ببینید
شریعت اسلام حق همسایه را چقدر بالا گذاشته است که اگر ضرری بنده مسلمان است، مؤمن است، ضررش به همسایش رسد، پیغمبر علیه السلام گفته که ایمانش نیست باید. آنقدر ایمانش خراب است که گویا اینکه نیست. مثل که اگر در جیبتان اندک پول باشد میگوید که پولم نیست، چرا که آن تنگه‌ای که در جیبتان هست به درد شما نمیخورد، شکم شما را سیر نمی کند، راهگیرا نمیشد برای شما، نمیگوید پولم نیست. مؤمن هم وقتی که آنقدر بد باشد که همسایه‌هاش از او آزار بینند، پیغمبر علیه السلام گفت که گویا ایمان ندارد. و یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. حدیث متفق علیه. پیغمبر علیه السلام گفتند ایمان ندارد هیچ کدام شما حتی اینکه آنچه را که برای خود دوست می‌دارد برای دیگر برادران مسلمانش هم دوست دارد. چه چیز را برای خود ما و شما دوست می‌داریم؟ می‌خوایم که سلامت باشیم، تندرست باشیم، باید برای همه برادران مسلمان خواهان این باشیم. می‌خوایم صاحب پول، ثروت، زندگی تنج و آسوده داشته باشیم. این آرزو را برای همه برادرهای مسلمان داشته باشیم. می‌خوایم فرزندان صالح، فرزندان نیک، کارگر، با آداب، با اخلاق، صاحب علم و معرفت داشته باشیم. این آرزو را برای همه فرزندان برادر مسلمان خود باید داشته باشیم. ببینید شریعت مهر و محبت چقدر برای ما و شما بالا گذاشته است که هر چی که برای خود خواهیم و آن را برای دیگرها هم خواهیم اگر، آن وقت ایمان ما و شما ایمان است. وگرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا یؤمنو، یعنی ایمانش مکمل نیست، گویا ایمانش نیست، آنقدر خراب است که ایمانش گویا اینکه نیست. اگر که هرچی برای خود میخواهیم برای دیگرها نخواهیم. خدا ما صاحب ماشین شدیم، اگر همسایه ها ما ماشین خرید اگر و یه مسخره کرد ایستاد همین هم اکنون ماشین خرید می نگوییم خورسند چند که اینم ماشین دار شد، اینم اکنون حاجتش بیملال برآورده می شود. فرزند همسایه بد اخلاق شدیم ما نخندیم، خورسند نشیم، ما دعا کنیم در حق فرزند همسایه که خدا توفیقش دهد، چرا که نمیخوان که فرزند خود ما هم خرید شد. و یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد پس به همسایه‌اش نیکی کند. یعنی شما ایمانداری خودتان رو میدانید سنجید به واسطه این عمل. همسایتان به نیکی کرده تانید، دلتان به خون جد نیکی کردن برای همسایتان، دانید که شما ایمان به خدا و روز قیامت دارید. اگر همسایتان به نیکی کردن و خوشتان نبیاد و دلتان نشود، دانید که ایمانتان آنقدر خراب است که پیغمبر گفتن که ایمان داشته باشی اگر نیکی میکنی همسایت را، یعنی اگر نداشته باشی نه. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. و هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد پس باید اینکه مهمانی به خانه‌اش آمده عزت کند، حرمتش جاش رو بیاره. مهمان از در آمده در شریعت اسلام آنقدر مرتبه دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ایمان داشته باشی مهمانت حرمت کن، اگر حرمت نکنی آنقدر ایمانت خراب است که گویا ایمان نیست. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. و هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد پس باید اینکه سخنی نیک گوید و یا اینکه خاموش باشد. کمگپی خیلی عادت خوب است برای بنده، زیرا ببینید آدمی سرگبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذمت کردن با واسه این سخنشان که اگر ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشی سخنی نیک گو، اگر نداشته باشی سخنی نیک ندانی، اگر خاموش باش.
هر کسی که بهوده و بیهوده گپ زدن میگیره، چایخانه میبرد 1 ساعت 2 ساعت لقص میکنه، دهنی درد میبرد 1 ساعت 2 ساعت لقص میکنه، خودش چی گفتاست نمیدانه، کیم که کجا برفته است، چیکار کرده است، فلانه اون تو کرده است، بسمدانه اون تو کرده است. همه سخنها یا دروغ یا غیبت یا واهمه، یگان خیلی فایده دنیا و آخرت ندارد. داند که ایمانش آنقدر خراب است که گویا که نیست. و این اخلاق بد امروز بسیاری مردم جمعیت ما را فرا گرفته است و خراب کرده است. چایخانه ها به شیشتن بغیر از لقصی بیهوده دیگر هیچ چیز نیست. لبی را به شیشته 4 تا 5 تا یاش هم هست، پیر هم هست، میبینی غیر از سخن بیهوده دیگر چیزی نیست. پس یکی از وظیفه های ما و شما در آمد ماه شریف رمضان این باشد که سرگپی عوض کنیم، سخنی نیکو دانیم گوییم، اگر نمیدانیم خاموش باشیم، لبی را به شیشته نبست کنیم، چایخانه و بیهوده عمری خود گذرانده نبست کنیم، همسایه را ضرر رسانده نبست کنیم، تا که ایمان ما و شما نو شود، نورانی شود. از این خطاها، از این گناهایی که ذکر شد توبه کنیم تا ایمان خود را نو کنیم، تا ایمان خود را استوار کنیم. و فایده دیگری توبه تبدیل سیئات به حسنات، یعنی وقتی که از این گناهایی که ما آلوده آن هستیم توبه بکنیم، توبه حقیقی، خدای تبارک و تعالی با فضل و کرمش آن گناههای ما و شما را به نیکی ها تبدیل می‌دهد. استعیذ بالله الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. آیه 70 سوره فرقان. یعنی کسانی که از گناه و خطاهای خود توبه میکنند و ایمان میبیارند، یعنی ایمانی با گناه خراب شده خودشان گشته استوار میکنند، مستحکم میکنند و عملا صالحا و باقی مانده حیاتشان به عملهای صالح میکنند، پس اینها کسانی هستند که خداوند تبدیل میکند سیئات و گناه و بدیهای اینها را به نیکی. زیرا خداوند ذاتی است که بخشنده و مهربان است. هم تو ذاتی مهربان است که از گناهاتان توبه کنید، حقیقی توبه کنید، توبه نصوح کنید، خدا همون گناهاتان هم بشه به نیکی مبدل میگرداند. چقدر خدای مهربان داره. حضرت ابن عباس رضی الله عنه میگن که من پیغمبر را از این دیده خرسندتر و خوشحالتر هیچ وقت ندیده بودم که وقتی که همین آیت 72 سوره فرقان نازل شد که خدا گفت که بنده های مؤمنی که از گناه توبه میکنند، ایمانشان از دیگر استوار میکنند و عملهای صالح میکنند، خدا گناههای آنها را به نیکی مبدل میکند. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از شنیدن این آیت آنقدر خرسند شدند که ابن عباس میگن که من هیچگاه دیگر پیغمبر این خیلی خرسند ندیده بودم. و خاطر چی؟ و خاطر همین ما و شما امتهای پرگناه خرسند شدن که امت من اگر چند گناهگار باشد و توبه کند، پروردگارم گناهاشون به نیکی مبدل میکرده است. گفته همین قدر خرسند شدن که در دوام حیاتشان این خیلی پیغمبر حال خرسند نشده. شاید ما از کدامی همینجا نشستگی ها پرسیم که از همه روزی خرسندید، لحظه خرسندید کدام بود؟ نفری بود که شبیه خاندار شدیم بود، نفری بود که اولین فرزندم بود، نفری بود که روزی توی پسرم بود، نفری بود که همین وقتی که دامادم پسرم که در یکم بار در آمد با همون لباس های تویانه خودشان لحظه های بهترینی من بود. اما بهترین لحظه حیات پیغمبر این بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که خدا وعده کرد که امتهای گناهگار توبه کرد، ایمانش مستحکم کرده، باقی مانده حیاتش عملهای صالح که گذراند، من تمام گناههای گذشتهش به نیکی مبدل میکنم.
این بهترین لحظه حیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و فایده دیگری توبه این است که وقتی از گناه ها توبه میکنید شما به دشمنی دائمی خودتان غلبه میکنید. دشمن دائمی ما و شما کیست؟ شیطان است. شیطان دشمن دائمی ما و شما است. پرسیدن حضرت حسن بصری رحمت الله علیه که شیطان هم خواب میکند یا نه؟ حسن بصری گفتن که اگر شیطان گاه گاه خواب میکرد ما همون لحظه ها آرام میشدیم، تنج میشدیم. اما شیطان شب و روز خواب میکند، شب و روز در وسوسه بنده ها است. زیرا دشمنی دائمی یکان لحظه نمیگذارد. هر یک لحظه برای شیطان شبش هم روزش هم غنیمت است که یک بنده گناهکار کند، یک بنده از ایمانش بیرون کند. نعوذ بالله. بنابراین اگر بنده از گناه ها توبه کند وی با توبه خودش بالای دشمنی دائمیش پیروز می شود. زیرا در سوره صاد خبر می دهد که شیطان قسم خورد که استعیذ بالله فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت تو ای پروردگار عالمیان که من جمیع بندگانت گمراه میکنم با وسوسه خود. اما استثناء کرد، جدا کرد یک گروه، گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده هایی تو که آنها مخلص باشند و از گناه ها توبه کرده عملهاشان خالص برای خدا کنند، من نمیتونم، زورم نمیرسد که آنها باز وسوسه کنم. و دیگر فایده توبه این است که وقتی که از گناه ها توبه میکنید شما بالای نفس اماره خودتان غالب میشوید. زیرا خدای تعالی در سوره شمس میگه استعیذ بالله و نفسین و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس انسان هم خیلی یک چیزی بزرگ است. بنابراین خدا قسم داده است، قسم به نفس انسانی و آن خدایی که آن را راست و زیبا آفریده است و هم عمل نیک و هم عمل بد را به او الهام داده است. انسان به شریعت هم یک مقدار به نیکی و بدی فهمش میرسد. هر انسان نوابسته از آن که ایمان دارد یا ندارد به نیک و بد فهمش میرسد. اما این شریعت است که همون فهم انسان را باز با واسطه امر و نهیش مکمل‌تر می‌گرداند. با اون چیزهایی که عقل انسان نمیرسد شریعت آن را پوره می‌کند که این بد است یا این نیک است. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کسی که همین نفس اگر پاکیزه کند اگر وی نجات یافته است، اما اگر این نفس به گناه آلوده کند اگر وی زیان کرده است. بنابراین اگر با توبه خود شما خودتان از گناه خلاص کنید شما بالای نفس اماره خودتان که شما را به گناه ها پیدا میکرد پیروز میشوید، غلبه میکنید. و فایده دیگری توبه این است که اگر شما از گناه ها توبه کنید شما صاحب محبت خدا میشوید که خدا شما را دوست می‌دارد. استعیذ بالله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. سوره بقره. البته خداوند بنده های توبه‌کار و بنده های پاکیزه را دوست می‌دارد. شما تصور کنید یک شخص مثل خودتان انسان گناهکار شما را دوست دارد، شما از آن خرسند میشوید، لذت میبرید که من فلان دوست می‌دارد. مثلا شما تصور کنید که اگر شما از گناه ها توبه کنید خدا شما را دوست می‌دارد. و فایده دیگری توبه این است که وقتی که شما توبه میکنید شما در پروردگار خودتان شادی و خرسندی را ایجاد میکنید. یعنی شما با توبه خود خدا را خرسند میکنید. یک انسان خرسند کردن چقدر به شما لذت میبخشد. تصور کنید که
شما با توبه خود حتی خدا را خرسند میکنید. و چقدر خرسنده. و از حدیث متفق علیه که بارها من به شما ذکر کردم میدانید این را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خرسندی خدای، شادی خدای از توبه بنده گناهگارش چنین نقل میکنه که مردی در بالای خری خودش خوردنی و نوشیدنی داشت و به سفر برآمده بود و در یک دشت سوزانی بی آب و علفی بی پایان تنها ماند. خسته شد، فرامد ایستاده خرش را یک جا محکم کرد و سرش را ماند تا اینکه ساعت استراحت کند. یک وقت از خواب بیدار شد که در بین دشت سوزان نه آب دارد، نه علف، نه گیاه، نه درخت و در اختیارش هم چیزی ندارد. حیران شد چیکار کند. این طرف رفت خرش نیست، آن طرف رفت خرش نیست. بیابان انسان هلاک می شود. نه شهر نزدیک است نه آبادی. با رفتن با دویدن به هر آبادی رسیده نمی شود. گشت خسته شد، تشنه شد، گرسنه شد. آمد با همون جای اولش و سرش خم کرد و دعا کرد که پروردگارا کن به آسانی جانم گیر که من بسیار عذاب میکشم. و با همین آرزوی مرگ سرش بالای زانوهایش کمی غلط کرد و ناگهان بیدار شد که خر با همون طعام و با همون آب خنکش در روبرویش راست ایستاده. تصور کنید چقدر خرسند شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که فالله اشد فرحا بتوبه العبد المؤمن من هذا براحلته. خدای تعالی سخت‌تر است از روی خرسندی به توبه بنده مؤمن که همین خرو همون بندوارش یا چقدر خرسند شد، خدا به توبه بنده مؤمنش از این هم سخت‌تر خرسند می‌شود. ببینید بنده گناه میکند اما توبه کند، اگر خدا اینقدر خرسند میشه است که بندم باز راهش یافت، بندم باز من به خاطرش آورد، بندم باز از من استغفار طلب کرده ایستاده است. بنابراین توبه این عادتی هر روزه و هر شبه و همیشگی حیات ما و شما باید باشد، زیرا هیچ روزها و شبهای ما و شما از توبه خالی نیست. توبه کنید تا اینکه از کثافت گناه ها ما و شما در امان باشیم و از فایده های توبه ما و شما در دنیا و آخرت بهره مند باشیم. با همین موضوع را در اطراف توبه به پایان میرسانم و از درگاه خداوند منان و مهربان به هر یکی شما توبه نصوح آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند در این شبها و روزها و آمد ماه شریف رمضان توبه های ما و شما را مقبول درگاهش گرداند و از فضیلت های ماه شعبان و ماه شریف رمضان ما و شما را بهره مند گرداند. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين. خیراتی که از طرف شما جمع شده است 260 سامون و 3500 سامی ازبکی و 600 روبلی روسی و اینجا خواهش کردیم که موعظه را از ساعت 12 آغاز می‌کردید تا که ما بسیارتر بهره گیریم. ما ساعت 12 و 15 آغاز می‌کنیم. می‌بینیم خیلی سستی از شما دیده می‌شود، چون ساعت 12 و 15 حالا 400 نفر و 300 نفر را هم ما در اینجا نمی‌بینیم. بنابراین مجبور میشیم که اندک دیرتر کنیم تا که همه سرجم شوند و
موعظه را گوش کنند. زیرا اگر شما موضوع را از اولش اشتراک نکنید خسته میشید. یک برادر ما هفته گذشته خورسندی کردن که دامورا از اولش بیایی اگر راحت میکردی. من از هفته آنده از اولش میبیام. در حقیقت وقتی شما ساعت 12:30 و 20 دقیقه و 15 دقیقه یک که میبیایید آخری موضوع شما نمیدونید که ما با چه آغاز کرده بودیم. بنابراین سخن برای شما وزنی میکند. شما از همین جمعه آمدن و از همین جمعه خواندن و از موعظه گوش کردن لذت هم نمیبرید. هر چیز باید از آغازش شیرین باشد و از آغازش استفاده برده شود. بنابراین همین شما هر وقتی که بر وقتر آمدید و این صفحه رو پر کردید ما همیشه آماده هستیم که شما را خدمت کنیم. و چند سوال دیگری هست که میتوانید بعد از نماز جمعه و نزد من حاضر شید و به این سوالهای شما من جواب بدم، چون وقتی از آن فرا رسیده است. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما